پرسپولیس یکی از قطبای اصلی فوتبال ایران یهو انگار توی یه بحران عمیق فرو رفته. امروز میخوایم با هم کالبد شکافی کنیم و ببینیم دقیقاً مشکل چیه. خب داستان از چه قراره؟ پرسپولیس که فصل رو اینقدر عالی شروع کرده بود، یهو انگار ترمز بریده و در حال سقوط آزاده. اما چرا؟ تو این تحلیل میریم سراغ مشکلات فنی تو زمین، حواشی پشت پرده و اینکه در آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته. اول از همه بریم سراغ صحنه جرم. قبل از اینکه دنبال مقصر بگردیم، بیایم دقیقاً ببینیم ابعاد این بحران چقدره و این غول فوتبال ایران دقیقاً تو چه دردسری افتاده. این جدول رو نگاه کنین. سقوط خیلی سریع اتفاق افتاده. فقط چند هفته پیش پرسپولیس یکی از مدعیای اصلی قهرمانی بود، ولی حالا تا رده 5 پایین اومده. اما نکته نگران کننده تر این فرم اخیرشونه. 4 تا باخت تو 6 تا بازی آخر. این دیگه یه افت ساده نیست، رسما یه زنگ خطره. خب حالا بریم تو زمین ببینیم چه خبره. اولین سرنخ و شاید واضح ترینش خط دفاعیه. جایی که یه زمانی نقطه قوت تیم بود، الان شده پاشنه آشی. و این افت دقیقاً از دروازه شروع میشه. پیام نیازمند که بهترین خرید تابستونی تیم و یه ستاره به حساب می اومد، یه دفعه افت شدیدی کرده. عملکرد اون یه جورایی نماد کل تیمه. وقتی دروازه‌بان اینجوری متزلزل باشه، کل ساختار دفاعی از هم میپاشه. ولی قضیه فقط یه نفر نیست. تو اون باخت 3-1 به گلگهر یه الگوی خیلی نگران کننده رو دیدیم. هر 3 تا گل از راه دور، یعنی از پشت محوطه جریمه زده شد. این نمیتونه اتفاقی باشه، درسته؟ این نشون میده یه مشکل ساختاری و عمیق تو روش دفاع کردن تیم وجود داره. خب اینجاست که میرسیم به سوال اصلی. این شکنندگی دفاعی از کجا میاد؟ ما 3 تا تئوری اصلی داریم که هر کدوم میتونه یه تیکه از این پازل پیچیده رو حل کنه. تئوری اول یه مشکل کاملا فنیه. به زبون ساده، تاکتیک و برنامه بازی تیم دیگه جواب نمیده. ببینید، داستان اینه. مدافع‌ها خیلی عقب بازی میکنن. این باعث میشه هافبک دفاعی هم مجبور شه بره عقب. نتیجهش چیه؟ یه فضای خالی بزرگ و خطرناک بین دفاع و هافبک ها درست میشه. همون منطقه خطر که حریف ازش استفاده میکنه و راحت شوت میزنه. حمله هم که دیگه هیچی. کاملا از تیم جدا میافته و بی‌اثر میشه. تئوری دوم به یه عامل دیگه نگاه میکنه. عامل انسانی. شاید خیلی ساده تیم از نظر بدنی کم آورده و انرژیش تموم شده. حمید درخشان، بازیکن قدیمی و مربی سابق پرسپولیس، یه نکته خیلی جالب رو میگه. اون معتقده که میانگین سنی بالای تیم یه مشکل اساسیه که باعث میشه تو نیمه دوم بازی‌ها تیم از نظر بدنی تحلیل بره. و اما تئوری آخر، این یکی دیگه ربطی به تاکتیک و بدن نداره. میره سراغ چیزی که شاید از همه چی مهمتر باشه، یعنی ذهنیت بازیکن‌ها. شنیده میشه که تمرکز بعضی از بازیکن‌ها به خاطر مسائل خارج از زمین، از جمله اتفاقات اخیر کشور، به هم ریخته. خود سروش رفعی هم علنا گفته که از نظر روحی تو شرایط خوبی نیستن. خب وقتی ذهن بازیکن درگیر باشه، بدنش نمیتونه بهترین عملکرد رو داشته باشه. این یه واقعیته. خب با این بحران چند لایه، مدیریت باشگاه هم ساکت ننشست. واکنششون خیلی سریع و قاطع بود و یه التیماتوم جدی دادن. اولین اقدام، یه ضربه مالی. 20% از قرارداد بازیکن‌ها به خاطر نتایج ضعیف جریمه شد. و بعدش این التیماتوم عمومی که واقعاً موضع سفت و سخت باشگاه رو نشون میده. پیامشون واضح بود. هر کی تمرکز نداره میتونه بره تسبیح حساب کنه. یعنی یا با تمام وجود هستین یا کلاً برین. خب با این جریمه ها، این التیماتوم ها و یه تیم که از هم پاشیده به نظر میاد، پرسپولیس به یه نقطه حساس رسیده. حالا چی میشه؟ این یه جورای آزمون بقاست. همه نگاه ها الان به بازی بعدیه، مقابل خیبر خرم‌آباد. این بازی دیگه فقط سر 3 امتیاز نیست. یه آزمون واقعیه برای شخصیت، اتحاد و روحیه تیم. و حریفشون هم دست و پا بسته نیست. خیبر تیمی با اعتماد به نفسه که این فصل یه بار هم پرسپولیس رو برده. این خودش فشار روانی رو چند برابر میکنه. تازه مدافعشون احسان حسینی، بازیکن سابق پرسپولیسه و گفته ما میتونیم دوباره ببریمشون. و این ما رو میرسونه به سوال آخر.
آیا ارتش سرخ میتونه خودش رو جمع جور کنه و از این بحران بیاد بیرون، یا این افت تازه شروع یه سقوط بزرگتر برای این قول فوتباله؟ بازی بعدی خیلی چیزا رو مشخص میکنه.